سلام دوستای عزیز، امروز میخوایم شوربا آماده کنیم. در اول مقدار کم روغن علاوه میکنیم به دیگ. یک عدد پیاز داریم، پیاز توته میکنیم و 2 عدد سیر داریم. در شوربا زیاد پیاز نمندازیم برای از اینکه چی میشه، زیاد تو پیاز پرک میشه و زیاد خوبش نمیاد. دوستا پیاز توته میکنیم، نگینی توته میکنیم. مهم نیست که توتای کلان باشه، بعد از اینکه بخار داده میشه و آب میشه. همچنان سیر هم توته میکنیم. دوستا شوربا رو به این طریق آماده کنیم، خیلی مزه دار میاد. اصلا از مزهش سیر نمیکنه. گوشت به سر مندازیم. حتما باید اول گوشت رو علاوه شود، بعد از اینکه یک خامبوی که گوشت می داشته باشه و گم میشه. اول که روغن نخته شد دم میدیم. مقدار نیم کیلو گوشت گوسفندی داریم. برای شوربا من از گوشت گوسفند استفاده کنیم. گوسفند خیلی مزه‌دار میاد. دوستا کمه که رنگ گوشت که تغییر کرد، سرش سیری که قبلا ریزه کرده بودیم او را علاوه میکنیم. باز هم دار میکنیم تا کمی دیگه هم گوشت رنگ خود تغییر بده. دوستا میبینیم حالا قسمی که میخواستیم هم رقم گوشت کمی سرخ شد. پیاز علاوه میکنیم. پیاز چند دور میتیم سر گوشت. مقدار یک قاشق نمک میندازیم. یک قاشق تخم گشنیز میده شده و بسیار یک قاشق هم زردچوبه علاوه میکنیم. با هم مخلوطش میکنیم. دوستا این شوربایی را که آماده کردیم به سبک مردم غزنی می باشه. مردم غزنی مقامی شکل شوربا آماده میکنن. دوستای خوب، مقدار نیم پیاله نخوده که از قبل تر کرده بودیم او را علاوه میکنیم. 2 عدد بانجان رومی را توته نمیکنیم، همه تو به دیگ مندازیم و 2 عدد هم کچالو. زمانی که همه مواد علاوه شد دیگه یک مقدار آب هم علاوه میکنیم. آب گرم باشه، تقریبا 1 گیلاس آب علاوه میکنیم. دوستای خوب، دیگه حالا سر دیگه میگذاریم به مدت 10 دقیقه میگذاریم تا بخار بگیره و بعد از 10 دقیقه سر دیگه باز کردیم. حالا میبینیم که کچالوهاش نرم شده. باید کچالوها رو برداریم. اول میبینیم به صورت دندان که بله نرم شده. کچالوها رو بر میداریم از بین دیگ. دوستای خوب، آن کچالو رو گرفتیم. دیگه بانجان رومی را پشت مرقه میکنیم که خوب نرم شد. مدت
مدت چند دقیقه هیل صرف میکنیم تا دوباره آب. بله دوستا، آب علاوه میکنیم. آب باید جوش باشه، بخاطر از که به این مرحله باید آب جوش شود که آب سرد علاوه کنیم شوربای ما خوشمزه نمیاد. حالا سرپوش دیگه ماندیم به مدت 40 دقیقه و دیگه جنگی باید بیشتر حرارت بدیم. دوستا با این شوربایی که کردیم حتما باید یک سالاد مزدار آماده کنیم. سالاد ما از پیاز، بانجان، بادرنگ و گشنیز همه یا رو با هم جدا میکنیم. دوستان راضی بشین، حالا دیگه هیچ وقت بلند نمیمانیم. درجه گاز باید دست مناسب باشه. دوستای خوب، قسمت که میبینین شوربای ما آماده است. خیلی یک شوربای خوشمزه و خوش رنگ است. آماده کنید.